ممکنه شما عضو هیئت مدیره، مدیر عامل یا کارشناس ارشد و مدیر عالی در یک شرکت هلدینگ یا یک شرکت چند کسب و کاره باشید. معمولا صورت مسئله های اصلی که در هلدینگ ها با اون روبرو هستیم نقاط مشترکی داره. اینکه وارد چه کسب و کارهایی بشیم، چه زمینهای بازی رو انتخاب کنیم، از چه کسب و کارهایی خارج بشیم و کدوم کسب و کارها رو بفروشیم، مسیر رشد و توسعه‌مون کجاست و چگونه میتونیم بین کسب و کارهای مختلف هماهنگی ایجاد کنیم تا هم افزایی‌های عمودی و افقی ما توسعه پیدا بکنه. معمولاً تصمیمات استراتژیک در سطح کورپوریت لول در چند حوزه خاص طبقه بندی میشه. حوزه اول پرنتینگ استراتژی، سبک سرپرستی و مادری ما با شرکت‌های زیر مجموعه چگونه باشه، چه واحدهایی، چه دیسیپلین هایی، چه فانکشن هایی رو در سطح ستاد بنگاه مادر نگه داریم و کدوم ها رو واگذار کنیم به شرکت های زیر مجموعه. معماری روابطمون با شرکت های زیر مجموعه و معماری روابط شرکت های زیر مجموعه رو چگونه تنظیم و طراحی کنیم تا هم افزایی های عمودی و افقی ما ارتقا پیدا کنه. محور دوم پورتفوی استراتژی. سبد کسب و کارمون رو چگونه بهینه کنیم؟ یک سبد بهینه سبدیه که بین رشد، سودآوری، بقا و جریان نقدینگی ما بتونه تعادل و توازن ایجاد کنه. کدوم کسب و کارها رو باید بفروشیم و گزینه‌های دایوست ما هستن و در چه کسب و کارهایی باید سرمایه گذاری کنیم به عنوان گزینه‌های ورود؟ کدوم کسب و کارها مستعد رشدن و کدوم ها رو باید ریکاوری کنیم؟ اینها سوالات مهمی است که در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری استراتژیک در سطح هلدینگ ها مطرح میشه و به دنبال اون منابع خودمون رو در میان کسب و کارها با چه فرمولی تخصیص بدیم. سیاست سرمایه گذاری ما چیست؟ در حوزه های جدید و در مسیر رشدی که میخوایم حرکت کنیم از چه سیاست هایی در سرمایه گذاری باید استفاده کنیم؟ تمام این موارد حوزه های اصلی و کلیدی هستند که در تصمیم سازی استراتژیک در سطح هلدینگ ها مطرح میشن.